پیام شادباشی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با مناسبت عید قربان. هموطنان عزیز، فردا عید سعید قربان فرا می‌رسد. با این مناسبت همه شما را تبریک گفته به خاندانتان صلح و آسایش، اقبال بلند و فیض و برکت آرزو می‌نمایم. فرهنگ عید قربان تجسمگر ایمان و صداقت به خداوند بوده، معنی و فلسفه آن به قدر یکدیگر رسیدن، به همدیگر محبت و دوستی ورزیدن، از اختلاف و پراکندگی خودداری کردن، به جا آوردن احترام کلانسالان و مخصوصاً پدر و مادران، شکرانه عمر و نعمتهای زندگی از جمله آرامی و ثبات می باشد. عید قربان اینچنین ایام شاد کردن قلب یتیمان و معیوبان و کمبیزه‌ها و احتیاجمندان است. یعنی آنهایی که امکانیت مساعد مالیوی دارند باید پیش از همه از حال نزدیکان خود و شخصان نیازمند، اینچنین بیماران و عزاداران با خبر شوند. در حدیث‌های پیامبر اسلام آمده است که روز عید ایام خرسندی، از دلها دور کردن کینه و عداوت و خصوصاً کمک کردن به عائله‌های کمبیزه‌ات و نیازمند و یتیمان و معیوبان می باشد. رسول خدا در این مورد فرمودند بهترین مردمان کسانی اند که به مردم بیشتر منفعت رسانند، بدترین مردمان کسانی اند که به مردمان شر و ضرر می رسانند. باعث قناعتمندی است که بسیار عملهای خیر و انسان دوستانه از جمله گرفتن دست نیازمندان و رسانیدن کمک مادی به آنها خصوصاً سالهای اخیر به عنعنه بهترین مردم ما تبدیل یافتند. با استفاده از فرصت ضرور می‌شمارم که یک مسئله را تأکید نمایم. قربانی کردن که یکی از سنت‌های عید قربان میباشد برای همه و خصوصاً به شخصان احتیاجمند واجب نیست. این عمل را تنها شخصان میتوانند انجام دهند که در تامین اهل عائله‌شان مشکلات وجود ندارد. یعنی شخصانی که امکانیت مالیوی ندارند نباید به خاطر ثواب از دیگران قرض گرفته قربانی کنند، زیرا شریعت اسلام مقابل همه گونه صرف و خراجات بیهوده و اسرافکاری است. دیگر اینکه پروردگار نیز بنده‌اش را به خاطر سختی کشیدن نآفریده است. قبلا نیز گفتم و بار دیگر خاطررسان می نمایم که عید قربان توی نیست و برای تجلیل آن دسترخوان سرخرج آراستن عموما ضرورت ندارد. عید قربان گزاریدن نماز عید، تبریک یکدیگر، زیارت پدر و مادران و کلانسالان و بیماران، اظهار تعزیت به عزاداران و انجام دادن قربانی تنها برای شخصانی می باشد که امکانیت مساعد مالی دارند. تکرارا تأکید می سازم که آراستن دسترخوان پردبدبه و مهمانداری ظاهرپرستانه و نمایشکارانه را دین مبین اسلام، شریعت و تعلیمات مذهب حنفی محکوم می کند. دایر به این مسئله در یکی از حدیث‌های رسول اکرم آمده است که آسان بگیرید و دشوار نگردانید، خبری خوش دهید و نفرت نآورید. اگر هر یکی ما از اسرافکاری و نمایشکاری خودداری کرده یک عمل خیر را انجام دهیم، مثلا زندگی یتیم را یا خانه عائله بی‌سروبان را آباد کنیم، کوچه را که در آن سکونت داریم تعمیر کنیم، در تعمیر پل یا بیمارستان و کودکستان و مکتب سهم گذاریم، صاحب ثواب زیاد می‌گردیم. همچنین در خاطر باید داشت که بهتر کردن شرایط زندگی اهل عائله و فرزندان نیز عمل خیر و ثواب می باشد. یا به جای حج و عمره تکراری انجام دادن عملهای دارای صدقه جاریه ثواب به مراتب بیشتر دارد. این نکته در آثار دینی و ادبی گذشتگان بزرگمان صدها و هزاران بار تأکید شده است. جای خوشحالی است که در جامعه ما میان مردم مسلمان ما
شخصان خیرخواه و ثوابجوی کم نیستند که مبلغی برای حج جمع آورده خود را به کارهای آبادانی، بنیاد راه و پل، بنگاه طبی، مکتب و کودکستان و دیگر انشاءات مهم اجتماعی صرف کرده به خدمت خلق و فرزندان مردم میگذارند و البته صاحب ثواب زیاد میگردند. از این رو ضرور است که هر یک ما ماهیت و اصل فرموده های انسان پرورانه دین اسلام را درست درک نماییم، به زیاده روی و نمایشکاری و برگزاری مراسم و معرکه های نالازم راه ندهیم و طلبات و مقررات قانونهای ملی درباره تنظیم جشن و مراسم و درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک را حتما رعایت کنیم. ما در دنیای ناآرام و پرحوادث امروزه باید همیشه شکرانه صاحب وطنی و صاحب دولتی، صلح و ثبات و زندگی آرام و آسوده خود را به جا آوریم و فرزندانمان را در همین روحیه تربیه نماییم. خداوند در قرآن کریم در این مورد می فرماید اگر شکر نمودید هر آینه برایتان افزون می نماییم و اگر ناسپاسی کردید به درستی که عذاب خداوند سخت است. ما باید شکرانه دولت صاحب استقلالمان را کنیم که عضو کل سازمان‌های بین المللی است و در حل و فصل مشکلات سیاره تشبثکار و پیشصف می باشد. از این لحاظ ما باید همیشه در فکر دولتمان و باز هم نیرومند و پیشرفته گردانیدن آن باشیم و فراموش نکنیم که حالا در آغاز مرحله دولت سازی قرار داریم، یعنی اکنون دولت ساخته ایستاده ایم. ما هنوز در زندگی دولت و خلقمان مشکلات و مسئله های زیادی حل طلب داریم که برای برطرف کردن آنها باید باز هم متحد و سرجم باشیم و صادقانه و صافدلانه زحمت کشیم. ما باید برای خود، اهل خاندان و پیش از همه فرزندانمان شرایط خوب و براحت زندگی و تعلیم و تربیت را مهیا کنیم، آنها را با سواد، صاحب علم و دانش و کسب و هنر گردانیم تا آنها در آینده در زمانه پیشرفت علم و تکنیک و تکنولوژی ها اذیت نکشند و صاحبان و نامبرداران فردای ملت تاجیک باشند. ما باید در دنیا چنان زندگی کنیم که نام نیک و عمل خیر ما و شما در صحیفه های تاریخ برای نسل های آینده باقی ماند. به همه شما مردم شریف کشور سلامتی و دل شاد، خوشبختی، برار و پیشروی ها و در کار و زندگی و مهمتر از همه نعمت بزرگی آسایش و آرامی آرزو می نمایم. سربلند و خانه آباد باشید هموطنان عزیز.